تو خیابون سعدی رشت اگه برید میرسید به مزار بزرگمردی که من واسه خودم متاسف شدم اسمشو نمیدونستم، ولی رشتی‌ها میدونن کیو میگم. آرسن میناسیان، یه مرد ارمنی که وقتی بچه بود، وقتی واسش مادرش یه پالتو نو خرید، با پالتو رفت مدرسه و بدون پالتو برگشت. مادرش ازش پرسید پالتو رو چیکار کردی؟ گفت هیچی، دادم به یک همکلاسی مسلمونم که نیاز به لباس داشت. درس داروسازی خوند. شهرتش از اونجای شروع شد که شب و نیمه شب راه میافتاد سمت تهران تا صبح بتونه دارو بخره بیاد دوباره رشت با 1/3 قیمت به نیازمندا بده. اون دوره ایران اکثرشون فقیر بودن به خاطر شرایطی که بود. کم کم مهر و محبتش همه‌گیر شد. داروخونه‌ش رو می‌خواست گسترش بده، ولی خب یه عده کوته فکر به خاطر اینکه ارمنی بود بهش اتهام زدن و افتاد زندان، ولی به کار خودش ایمان داشت. اونقدر ایمانش قوی بود که کم کم روحانیون هم بهش اعتماد کردن. آیت الله ضیابری، امام جماعت مسجد جامع رشت کمکش کرد. با هم دیگه پول جمع کردن از تجار رشت، از مردم، و اولین داروخانه شبانه روزی ایران رو در رشت زدن. بعد از اون سرای سالمندان رشت رو تأسیس کرد و سرای سالمندان کهریزک هم یادگار این عزیزه. میگن در حال خدمت فوت شد. من با ایناش کاری ندارم. واسه من روز تدفین و تشییعش خیلی جذابه. میگن رشت صحرای محشر شده. یه عالمه مسلمون اومده بودن که یه ارمنی رو دفن بکنن. روی تابوتش عمامه سادات بزرگ رشت بود. مسلمان‌ها اصرار داشتن که تو قبرستان مسلمانان دفن بکننش، ولی آخر با پادرمیانی علما توی کلیسا دفنش کردن. آرسن میناسیان رو در حالی به خاک سپردن که هیچ پولی برای خودش باقی نگذاشته بود، همه رو خرج کرده بود، ولی خب اسمش در تاریخ ایران موندگار شد و معروف شد به مسیح رشت. یاد اون شعر پروین اعتصامی میافتم. میگه واعظی پرسید از فرزند خیش، هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟ صدق و بی آزاری و خدمت به خلق، هم عبادت هم کلید بندگیست. گفت زین معیار اندر شهر ما، یک مسلمان است آن هم ارمنی است. مسلمانی به اسم نیست، به رسم. آره.